راه افتادین؟ نه، منتظریم کشتی حمل ماشین حرکت کنه. آخه وسط هفته است، دیر پر میشه. تو چی کار کردی؟ دارم کار میکنم. یعنی سر کاری؟ چطور مگه؟ آخرین بار با این نفر به اسم لیلا در حال محو شدن تو افق دیده شدیم. ماشاءالله خبرها رو چه زود میرسونه. واقعا دم ایلول گرم. یعنی چی؟ نباید میگفت؟ این چه حرفیه؟ چرا نگه؟ ما که چیز پنهونی از هم دیگه نداریم. یکی از دوستای هم محله این بود. میرم بالا قهوه بگیرم. چیزی میخوای؟ نه خیلی ممنون. باشه، پشت سرم در غرفه. باشه. ولی قبلا چیزی بهم نگفته بودی. مطمئنی فقط یه دوست معمولیه؟ من جوابمو گرفتم. دست بردار میرا. یه دختری بود که اومده و رفته. دیگه برام اهمیتی نداره. پس قبلا مهم بوده. معذرت میخوام ولی الان داریم در مورد یه موضوع مسخره بحث میکنیم. قسم میخورم بیرون دیدمش. فکر میکردم تو آلمانه. ولی معلومه اون هنوز به تو فکر میکنه. میبینی تا اینجا اومده، افتاده دنبال تو. حتی دانشگاه هم پیدا کرده. ولی من به اون فکر نمیکنم. واقعا؟ اگه باور نمیکنی حرف دیگه ای ندارم. نه باور میکنم عزیزم. یعنی چرا باور نکنم؟ میرا اینجا خیلی شلوغ شد، باید قطع کنم. وقتی پیاده شدین به هم زنگ بزن. باشه؟ باشه. خداحافظ. چی گفت؟ دوست دختر سابقش بود. من که بهت گفتم. آره. میگه من هیچ ارتباطی باش ندارم. ولی دختر این همه به خاطرش اومده. معلومه هنوز بهش فکر میکنه. منم همینو گفتم دیگه. دختر اصلا نمیتونه سرجش بمونه. نتونستم بیشتر از این چیزی بپرسم چون یامانم دلخور شد، بهش اعتماد ندارم. ولی خدا وکیلی هیچ خطایی هم ازش ندیدم. باورم نمیشه. چی شد؟ اورکانینا اینجا. شوخی میکنی؟ یعنی واقعا وسط هفته توی یه روز توی یه ساعت داخل یه کشتی بودنمون نمیتونه اتفاقی باشه. تنهاست؟ نه با مادرشه. اوه میرا جون، خدا به دادت برسه. تا آخر هفته از دو طرف دست از سرت بر نمیدارم. ای بابا مثل کابوسه. بگذاریم بعدم بهت زنگ میزنم. ببین زود بهم زنگ بزن یا میبینم از کنجکاوی. باورت میشه اورکانینام اومدن کو؟ آره چه تصادفی مگه نه؟ باور کن خبر نداشتم. من میخوام 2 روز استراحت کنم. حوصله قرای تو رو که ندارم. حداقل توی هتل نباشیم. نپرسیدم تو کدوم هتل میمونن. وای میرا، کوه به این بزرگی مجبوریستی باهاشون روبرو بشی. اینجا سرده، زود بریم بالا. باران زود باش. خواهر من میرم بالا، کیفم تو ماشینه. الو سلام، من میرا بیلیجه هستم. مادرم برای امروز اتاق رزرو کرده بود. میشه چک کنین یه وقت مشکلی پیش نیاد؟ تاریخ رزرو اتاق دوستامونم عوض شده، درسته؟ اورکان جیوانوغلو و یاسمن جیوانوغلو. فهمیدم. واسه اونا هم امروز عوض شده، درسته؟ باشه. نه البته که میاییم. خیلی ممنون. روزتون بخیر.
میرا از کشتی پیاده شد. چی؟ پیاده شد، داره میره. میرا! 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 سلام، چه خبر؟ سلام، خوش اومدین. حالت چطوره؟ ممنون، خسته نباشی. ممنون. بله؟ زنگ زده بودی؟ میبخشید الان دیدم. مهم نیست. وقتی از سر کار برمیگشتم زنگ زدم. منم رفته بودم اسکی. تو تاریکی؟ پیست رو روشن میکنم. جای قشنگیه؟ آره. شاید یه روز با هم اومدیم. حتما. تو چی کار کردی؟ رفتی خونه؟ الان رسیدم. خب شب چی کار میکنی؟ تو خونه میمونی یا میخوای بری لیلا رو ببینی؟ خوب شد یادم انداختی. زنگ بزنم ببینم چی کار میکنه. ببین منو یامان، اگه دستیو که من گرفتم یکی دیگه بگیره، من اون دستو میشکنم. دست منو یا اونو؟ معلومه دست اونو. ذاتن واسه تو چون سنگ میشه دیگه درست نمیشه. خیلی بامزه ای. این همیشه یادت بمونه. خب شب چی کار میکنی؟ تو خونم غذا میخورم، یکم تلویزیون میبینم، بعدش هم درس میخونم. ولی مرد راحتت نمیذاره. مرد که خونه نیست، با توچه درس میخونن. خیلی خب، پس من مزاحمت نمیشم. برو غذا تو بخور، بعداً حرف میزنیم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. مرد، مرد. پسر میخوای منو دست بندازی؟ دیوونه؟
خوش اومدی. میرا، تو از کجا پیدا شد؟ نرفتم، اومدم پیش تو. چرا خبر ندادی؟ پرواز میکردم میومدم. خواستم سورپرایزت کنم. خیلی خوشحالم کردی. خواستم امشب فقط خودمون دوتا باشیم، یه عالمه حرف بزنیم با هم. من فقط یه چیز هست که شبا بتونم بهت بگم، با ارزش ترین چیز تو زندگیم. دوست دارم. خیلی ممنون. خیلی دوست دارم. واقعا واسم یه هدیه بزرگ شد. اگه واقعا اینقدر خوشحال میشی، از این به بعد الکی میگم میخوام برم. نکنه این دفعه الکی گفتی میری؟ نه عزیزم، داشتم میرفتم، از وسط راه برگشتم. برای چی خب؟ اگه بگم اورکان عصبانی میشی. بیا، اخمات رفت تو هم. باش، پس لطفا بدون سانسور تعریف کن. تو کشتی بودیم، کشتی داشت حرکت میکرد که اورکان و مامانش رو دیدم. تصادفی نبود؟ مامان گفته بود بیان. احساس کردم توی برنامه از پیش تعیین شده گرفتار شدم. به هتل زنگ زدم، مطمئن شدم، از کشتی پریدم بیرون. جدی؟ آره، همینجوری موندن. پشت سرم صدا زدن، داد زدن، اما حتی یه نگاه هم نکردم. اینقدر عصبانی شده بودم که دیوونه شده بودم. مطمئنم مامانت به این راحتی از فکر اورکان بیرون نمیاد. با وجود مخالفت من میتونه کاری کنه؟ اینطوری اعصابتو به هم میریزه. یامان لطفاً ببین، به قول معروف تو هر شهری خیلی هست. نتونستم به هدفشون برسن. برای ما هم بد نشد. میبینی عمو سلیمینا هم امروز رفتن. تو از اینکه منو دیدی خوشحال نشدی؟ تو دیوونه شدی؟ ببین ضربان قلبم هنوز به حالت طبیعی برنگشته. پس بیا از کنار هم بودن لذت ببریم. این اولین باره که کنار هم تنهاییم. آره، عالیه. اوف، خیلی شور شده. اوه خدایا، ماکارونیشم که خمیره، خیلی زیاد پخته. تو هم اصلا به رو خودت نمیاری. یا الان فهمیدم واقعا دوستم داری. خیلی ممنونم. خوشمزه شده، دستت درد نکنه. دروغ زنگ میزنه، الان حوصله ندارم جواب بدم. بازم اخمات رفت تو هم؟ به مامانت فکر میکنم، همش میخواد با من بجنگه. یامان پشیمونم کردی که گفتم. خب معلومه باید میگفتی، بعدش هم لازم نیست چیز جدیدی بهم بگی. کاملا درکش میکنم. از روزی که اومدم اینجا بیشتر از قبل میدونم که بی پولم. بیشتر متوجه وضعیت خانواده‌ام شدم. هر اسمی که تو شناسنامه‌ام نوشته شده یه دنیا ایراده. بابام یه آدم خلافکار بوده،
مامانم هم که یه زن زخمی، برادرم هم که تو زندانه، منم که از بازداشتگاه اومدم اینجا. وقتی از چشم مامانت نگاه میکنم میبینم کاملا حق داره. به نظرت اگه تو واقعا آدم خوبی نبودی، عمو سلیم 1% شک داشت، تو رو بر می داشت بیاره تو خونش؟ اونا بزرگترین شانس زندگی منه. اما میرا بالاخره همه اینا واقعیت زندگی منه. راه فرار ندارم. از محله من به این محله به جز بوی گند چیز دیگه ای نمیاد. تو با آیندت همه چیزو عوض میکنی. بعضی برچسب‌ها تا ابد همراه آدم میمونه. اگه بخوایم نمیتونی پاکشون کنی. نمیتونی بری تو ذهن آدم و فکرشون رو عوض کنی. هر وقت بهت نگاه میکنن چیزای منفی رو میبینن. یه ذره هم برام مهم نیست بقیه چی فکر میکنن. هرچی باشن خانوادتن. چطوری میتونی بی تفاوت باشی؟ اونا فکر میکنن من لیاقت تو رو ندارم. اگه منم بودم در مورد دخترم همین فکر رو میکردم. منم فکر میکردم که حتما یه دلیل داره که دخترم این آدم رو دوست داره. تا آخرش ازش حمایت میکردم. من نمیتونم هیچ قولی بهت بدم میرا. منم هیچ قولی ازت نمیخوام. همین که مثل بقیه به هم دروغ نمیگی برام کافیه. میدونم که هیچ آسیبی بهت نمیرسونم. اینو من میدونم. او میبخشی اگه جواب ندم نوبتی زنگ میزنن. جانم ادا جون. میرا جون چطوری؟ چه کار میکنی؟ خوبم، غذا میخورم. تو چی کار میکنی؟ منم با دروک و بوراک اومدم بیرون که یه خورده حال هوا عوض بشه. اگه کاری نداری بیا پیشم. یا میخوای ما بیایم دنباله؟ ممنونم، اما امشب نمیخوام برم بیرون. اگه تنهایی میخوای ما بیایم پیشه؟ نه نیستم، با یامانم. با یامانی؟ باشه، من مزاحمتون نمیشم. خیلی خوش بگذره. میبوسمت عزیزم. مرسی عزیزم. به بچه ها سلام برسون. به ارکان خبر بده رفته پیش یامان. بی خیال، مگه بیکارم؟ پا میشه میاد اینجا شرب پا میکنه. بی خیال بابا. حتما مامانم گفته زنگ بزنه. نه اینکه خودش نمیتونه زنگ بزنه چون عصبانیه. مثلا میخواد کلک بزنه به بقیه میگه زنگ بزنن. وقتی بشنوه پیش منی خیلی بیشتر عصبانی میشه. تو از خانواده خودت ایراد میگیری، اما یه نگاه به دور و بر من بنداز. حداقل کسایی که دور و بر تو بودن به سزای اعمالشون میرسن، ولی آدمای اینور مجازات هم نمیشن. یه نمونه ارکان یا بابام ها. سیستم یهو همه خسارت‌ها رو جبران میکنه و یه دفعه با جذابیت چندین برابر قبل برمیگردن تو میدون. مامانم هم یه استعدادی داره که هر فلاکتی رو میتونه به پول تبدیل کنه. صداش پیش ضعیفا بلنده ولی پیش قوی‌ها یهو قطع میشه. برای همینم اصلا فکر چیزایی بد نکن. ما هم دیگر رو میفهمیم. خب تو نگفتی چیو؟ با دوست دختر قبلی چی کار کردین؟ کجا رفتین؟ جایی نرفتیم. تا سر کارم با هم اومد. تو اتوبوس با هم حرف زدیم. همین. هنوز از دستم عصبانی؟
همه چیز بین من و تو تموم شده رفته. منم آدمی نیستم که حرفمو پس بگیرم. حالا دیگه فقط یه حرفم. معلومه هنوز از دستم عصبانی. گفتم که همه چی بین من و تو تموم شد رفت. میخوای باور کن، میخوای باور نکن. حالا هرچی. منم نیومدم اینجا که در مورد خودم حرف بزنم. دیشب خونه آیشه اینا بودم. هرچند قسمم داد حرفی نزنم، ولی چی؟ بگو. آیشه حامل است. چی؟ کار از کار گذشته. دختر بیچاره زانوی غم بغل کرده که چی کار کنه. داداشم آگوست رفته زندان. یعنی آیشه 4 ماه حامله است؟ چی شد یه دفعه الان یادش افتاد بگه از داداشم حامله است؟ تازه واسه من خبر میفرسته؟ خر خودشه. اسم لیلا اومد ساکت شدی؟ ها نه، به خاطر اون نیست. یه مشکلی برای دوست دختر قبلی داداشم پیش اومده، اونو برام تعریف کرد. فکرمو مشغول کرده. اتفاق بدیه؟ تقریبا. بی خیال ولش کن. بی خودی اوقات خودمونو تلخ نکنیم. شیرینی؟ شیرینی هم درست کردی؟ بله البته، امشب همه چی برای توه. پاشین بجنبین، پاشین. کسی که ردتو نگرفته؟ نداداش یاد راحت. آفرین. زود باشید بچه‌ها تا صبح باید کارشو تموم کنین. زود باشید عجله کنین. خدای الله. حتما یامون فهمیده از برادرش نیست. میره با گیرای در میافته. مگه بعد دختر بذار بره گیرایو مجبور کنه اونم خبر داشته باشه. همینو کم داریم که بیفتن به جون هم دیگه. چند هفته است ندیدیش، حداقل اینجوری دوباره میبینیش. بذار بره گم شه. چرا نگو، من که میدونم عاشق شدی. عاشقی؟ چیزی نمیگذره یامان دنبال قضیه رو میگیره. اون وقت شاید رابطه من و یامانم خوب شد. گوسفند فکر جونش، قصاب فکر دنبه. مگه چیه؟ خب میخوام تا قبل برگشتن به رفیقمون نشون بدم چجوری حرفو پس میگیرن. دروغ چرا؟ راستش خیلی بهم برخورد. یه روزم من برات غذا درست میکنم. مگه بلدی غذا درست کنی؟ آره، یه آش نون درست میکنم، قسم میخورم انگشتاتو بخوری. اینی که گفتی چیه؟ گوش کن. نونای بیاتو بر میداری. اگه گوش داشتی یه مایه گوشتی درست میکنی. بعد نونا رو میچینی کنار قابلمه. اون وقت نونا با بخار گوش میپزن. بعد همه رو با هم دیگه میخوری. همیشه با داداشم درست میکردیم. خیلی خوشمزه میشه. یا شایدم چون گرسنه بودیم فکر میکردیم خوشمزه است. تا حالا شده گرسنه بمونی؟ خیلی. میخوام همه چی رو در موردت بدونم، تمام چیزایی که تجربه کردی، ولی میترسم چیزی از گذشتت بپرسم که باعث ناراحتیت بشه. هرچی بخوای میتونی بپرسی. اون روز به چان گفتی بابا تو از دست دادی، برای این گفتی که متقاعدش کنی؟ نه، تازه فهمیدم که بابام سالها پیش مرده. پس اون نامه از کجا اومده بود؟ نمیدونم، شاید یکی با همون خورده حساب داره.
بابام با یه سری آدم خلاف کار میکرده. خدا میدونه، شاید یکی از اون آدما بهت که گفتم سخته بتونم از این گندا خلاص. خودم ازشون خبر ندارم. نباید از چیزایی که بقیه در موردم میگن تعجب کرد. هر کی به هم نگاه میکنه تصویرهای مختلف میبینه. من فکر میکنم تصویر درست رو دیدم. با وجود همه این حرفا موقع بچگیم خیلی خوشبخت بودم. زندگی دیگه ای ندیده بودم. لحظه شماری میکردم زودتر بزرگ بشم و کفشای قدیمی کنان رو بپوشم. باور کن راست میگم. اصلا فکرشم نمیکردم میشه نوشو خرید. آدم وقتی ندونه با چیزای کوچیک خوشحال میشه. الان نگاه میکنم میبینم کلی چیز یاد گرفتم. همون چیزایی که گفتی تجربه کردم. همشون تو اون سالا شکل گرفتن. یعنی وقتی بچه بودی؟ آره. وقتی پول نداری آدمایی که تو رو میبینن فکر میکنن یا تنبلی یا احمق. ولی در اصل همه ممکنه تو همچین شرایطی قرار بگیرن. هر چقدر پولدار باشی باش. فقط یه قدم از آدمایی که به نظرت کوچیک میان فاصله داری. هر کسی با یه قدم اشتباه میتونه برگرده سر خونه اول. من خیلی خوب درک میکنم. صاحب هر چی که باشی ممکنه تو یه چشم هم زدن همه چی از دست بدی. بعد تنها چیزی که برات میمونه آرامشی که در نتیجه درست زندگی کردن به دست میاری. برای همین هیچ وقت دلم نمیخواد خیلی پولدار باشم. البته که دلم نمیخواد محتاج کسی باشم، ولی وقتی به آینده نگاه میکنم تنها چیزی که آرزو میکنم اینه که از کرده هام پشیمون نباشم. خب حالا چی کار کنیم؟ نمیدونم. اگه میخوای میتونیم یه فیلم قشنگ ببینیم. خوبه، ولی من فیلم رو انتخاب میکنم. میخوای ذرت بودادم درست کنیم؟ باشه. تو فیلم رو انتخاب کن. باشه. Handsome face. Lizzie, is it a true likeness? Does the young lady know Mr. Darcy? Only a little.
Do you not think him a handsome man, miss? Yes. Yes, I dare say he is. Keep up. جانم مرد. الو یامان، خالم زنگ زد تو در سر افتاده، دارم میبرنش اداره پلیس. چی؟ مگه چی شده؟ من نمیدونم ولی میدونم کارت شناسایی همراهش نیست، باید بریم پیشش. تو الان کجایی؟ تو تاکسی هم دارم میام دنبالت. باشه پس من میام دم در. تو هم زود برو خونه، سردت میشه. باشه. اخم نکن دیگه میرا. واسه تو اخم نمی کنم اما از اون زنه هرسم میگیره. میدونم، میفهمم، خودت که شنیدی. مجبورم برم. باشه برو، به هر حال داری به مرد کمک میکنی. یامان، میرا، گوش کنین، خیلی عذرخواهی میکنم، شبتون رو خراب کردم میدونم، ولی باور کن نمیدونستم تو نرفتی. میرا اب نداره عزیزم، هرچی باشه مسئله مهمی پیش اومده. آره مهمه، خیلی هم مهمه. منم تنها نمیتونم برم چون تو اداره پلیس هول میشم، میترسم یه کار احمقانه بکنم منم اون وقت بازداشت بکنم. بدو یامان بدو. باشه برو مواظب مرد باش. برای امشب خیلی ممنونم. همیشه لحظه های خاص باسم میسازی. شب خیلی خوبی بود. بهت قول میدم شبای بهتری هم داشته باشیم. میبخشید ولی باید زودتر بریم. برو. زنه مثل زمین مینه، یه جورایی مثل بمب ساعتی میمونه. اصلا معلوم نیست چه کاری ممکن ازش سر بزنه. مریض دیگه. مورد داره اصلا. دردسر به تمام معنا. دیشب قشنگ بهم ثابت شد. هر کاری از این زن برمیاد. برای همینه که میگم در مورد بابات زود قضاوت نکن. منم برای همین عصبانی شدم دیگه، برای اینکه با همچین زنی بود. چه میدونی اون شب چه اتفاقی افتاد؟ زن همون شب اول اومد تو تخت من. حال و روز منو یادت نیست؟ صبح چشم باز کردم دیدم یه زن کنارمه. تصویری که تو دیدی چجوری بود؟ چه فکری کردی؟ لحظه اول نگفتی مچ یامانو با یه زنه گرفتم؟ جز این چه فکر دیگه ای میشه کرد؟ بیا تحویل بگیر. به عقل جنم نمیرسه اصلا قضیه چی بوده. برای همین میگم شاید اون شبی که با پدرت دیدیش پدرت هم بی تقصیر بوده. به نظر من قبل از اینکه خیلی دیر بشه با پدرت حرف بزن میرا. یعنی اجازه بده باهات حرف بزنه. یامان زود باش. باشه. شما حاضرین؟ من حاضرم. تو چی؟ منم حاضرم. باشه الان میایم پایین. باشه منتظرم. صبح خیر. تسلیم شو. تسلیم شو. نکن بابا. این برفا از کجا آوردی؟ از پشت بوم جمع کردم، مخصوص خودته. اگه بیکاری آخه.
الان حالتو جا میارم. فرار نکن دشمن تسلیم نشد دشمن پشیمون میشی بالاخره گیر میافته زندانی میشی تسلیم شو بازیکن حرفه‌ای گوله برفی مرسدس با شلیکای دقیق حریف رو به عقب نشینی وادار آخ وای چی شد سرز ها چی شد؟ مرکز منو زدن یو چطور میتونی با این بچه کوچیک همچین کاری بکنی ها؟ یامان تموم شد آتش بس. به من نزنی ها اگه بزنی وای به حالت موام خراب میشه. کی گفته میندازم؟ آدمای عاشق از هر گزندی در امانه. بریم. من نمیام دانشگاه. شما بریم به سلامت. چرا؟ کلاسم بعد از ظهره. کار دارم باید برم انجامشون بدم. میری محله خودتون؟ پیش لیلا؟ چی میگی میرا؟ جواب واضحی ندادی. نمیرم پیش لیلا خانم بازپرس. یه کار دیگه دارم باید انجام بدم. بعدم برات تعریف میکنم. برین مواظب خودتون باشی. قربونت. کاش که زودتر بهم خبر میدادی. با هم دیگه میرفتیم و برمیگشتیم. تو این هوا سخته بری اونجا برگردی. خداحافظ. خداحافظ. سوزوندیش که پسر. چه خبر یامان؟ خسته نباشین. قربونه. ببین چطوره؟ خیلی خوب شده. دستتون درد نکنه. نوش جونه. این تازه اولشه. این نونا رو هم داغ کنین. یامان خوش اومدین. خیلی ممنون. بذار. خسته نباشی. ممنون. مرسی. یامان کی اومدی؟ نفهمیدم. امشب همه چقدر مهربون شده. والا منم برنامه ریزی نکردم. پیشنهاد خودشون بود. همه دارن سعی میکنن با دوست شن. مرد از یکی از باندا صدا نمیاد. صبر کن الان خودم میام. به مهمونی سلام زمستونمون خوش اومدی داداش. رفیق آبیشن کجاست؟ عجب گیری افتادیم ما. اینجاست رفیق جون الان میارم. مرد میای من اینو خرابش کردم.
کفته ها ماشاءالله این لاستیک شده. اگه راست میگی نخور. من نمیخورم، دارم شکممو با آجیل سیر میکنم. چرا اینجوری میگین؟ خیلی خوشمزه است. به نظر منم خوشمزه نمک است. نشناسه. گفتارتو درست کردیم. آره؟ به نظر من که همه چیز خیلی عالیه. واقعا دست همتون درد نکنه. سیب زمینی و کباب نشدن؟ یکم دیگه سر میزنم. مرد من پاشم تو بشین اینجا. احتیاجی نیست، اینجا جا هست. نه اون دوست داره اینجا بشینه مگه نه مرد؟ نه من همینجا میشینم. کیه؟ ای بابا درست بازی کنین، اینجوری نیست که. ایلول دست راست سبز. میرا پای چپ قرمز. نیفتی. یامان خوبی؟ اگه نیفتی روم بهترم میشه. مرد دست راست قرمز داشت جون. مرد دست چپ سبز. ایلول پاشو زد، گروه دخترها رو خراب کرد. ایلول چی کار کنم خب؟ از اون حالت خسته شدم. وای خیلی خسته شدم. قیافه دروکو دیدی؟ بالاخره نذاشتیم نقطه خون خالی تو دلمون بمونه ها. چی جورم؟ واقعا شب قشنگی بود. تمیز کردنش هم لذت بیشتری داره. وای واقعا یه مزه ترین قسمتش. ای بابا ولش کنه، من خودم جمع میکنم. راستی سوزی کجاست؟ سوزی امروز مرخصیه. ولش کن یامان، من ردیفش چی میگی میکنم. مرد 2 دقیقه تمیزش میکنیم. یامان ولش کن، خودم تمیز میکنم، بقیه‌شم میذاریم واسه فردا. خیلی خوب باشه. آها حالا شد. اینا رو میریزم اینجا. میرا بیا، میخوام یه چیزی نشونت بدم. چی؟ کلکسیون پروانه. نه پسر، کلکسیون نیست. چه جور چیزیه؟ یالا نشونم بده. بیا. مرد همه چی خیلی خوب بود، خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم خانم، به لطف شما یه شب عالی با هم دیگه داشتیم. میبینمت ایلول. میبینمت عزیزم. میبینم که کدبانویت گل کرده رفیق جون. اگه به تو باشه همه کارا میمونه برای فردا. عاشق اینی که بهم تیکه بندازی ها. تو منو بیخیال شو، بگو چرا دوست دخترتو نرسوندی خونه؟ تو چه دوست دختر من نیست؟ یعنی همینجوری الکی هم دیگه رو بوس کردی؟ هیلول تو رو خدا دست بردار. اوف پس چی مرد؟ خیلی خوب باشه. خریت کردم اون شب توچه رو بوسیدم، اما قسم میخورم هیچ عشق و علاقه‌ای در کار نبوده. ایلول حماقت کردم، بچگی، شایدم دلغکی. من نمیدونستم اون لحظه باید چی کار کنم. خودم رو گم کردم، اشتباه کردم.
تو تنها حقیقت منی ایلول. میخوای قبول کن، میخوای نکن. تو برای من یه گزینه نیستی، یه انتخابی. تو برای من غیر قابل انکاری ایلول. این نه دیروز نه فردا، هیچ وقت عوض نمیشه. تمومه؟ نه باز نکنیم. باز میکنم. نه باز نکن. یمان باورم نمیشه. وقتی دانشگاه باز شد یواشکی تو کلاس گیتار دانشگاه ثبت نام کردم. پس برای همین هر از گاهی غیبت میزد نه؟ میرفتم کلاس. هنوز خیلی ناشیم. 2 روزم از روی این آهنگه دارم کار میکنم. یه لحظه ببخشید. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, huylarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, huylarını değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. مرد بهم گفت 1000 جور میشه دوست داشتن رو بیان کرد. اینم یکی از اونا بود. باشه، تو باز یه وقتایی بهم بگو. خیلی دوستت دارم. یادم رفت دیروز موقعشم برات تعریف کنم. با بابام حرف زدم. جدی؟ تو زنگ زدی؟ نه، اتفاقی تو خونه روبرو شدیم. اومده بود وسایلشو ببره. خب وقتی یه دفعه روبرو دیدمش
فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده. انگار بابام اصلا نرفته، اون اتفاق اصلا نیفتاده. برای یه لحظه هم باشه باز خودم رو متعلق به خونمون حس کردم. برگشتم به واقعیت، چشمای غمگین و پشیمونش که نمیتونست بهم نگاه کنه. خواستم ببخشمش، فقط خواستم ببخشمش، عصبانیتم رو فراموش کنم. بهترین کار رو انجام دادی. هنوزم باور نمی کنم بابام بیگناه باشه، ولی از طرف خودم یه قدم برداشتم. دلم براش تنگ شده بود. وقتی بغلش کردم اینو بیشتر حس کردم. شایدم عصبانیتم خود به خود برطرف شد. من مطمئنم که همه چی رو پشت سر میذاریم. امیدوارم. با هم حرف زدیم، بقیه‌اش هم درست میشه. حالا میبینی. یکی دیگه هم میخوری؟ آره میخورم. صبر کن، حتما سوخت. واقعا. زیور خانومه. الو؟ صبح بخیر یامان جان، امیدوارم بیدارت نکرده باشم. نه من خیلی وقت بیدارم. با میرا بیرون صبحونه میخوریم. آها، پس میرام پیش توه. یعنی منظورم اینه به میرام سلام برسون. باشه؟ سلام میرسونه. چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه من به خاطر این زنگ زدم که بگم یه تغییراتی تو برنامه ما پیش اومده، مجبور شدیم امروز برگردیم. خواستم بهت خبر بدم. الان رسیدین؟ دارین میان خونه؟ نه ما اول باید یه سر بریم شرکت، بعد با پدرم جلسه داریم، بعدش هم هیچی دیگه. تقریبا نزدیکای ظهر میرسیم خونه. خب شما چی کار میکنین؟ ببینم همه چی رو به راه دیگه. آره مشکلی پیش نیومده؟ ما هم خوبیم. مرد هنوز خوابه. منم حد زدم خواب باشه، برای همین به تو زنگ زدم. اگه طرفای ظهر خونه باشین میبینمتون. باشه؟ نه میریم دانشگاه. پس شب همدیگه رو میبینیم. قربان صورت سبا یه لحظه من صبر کن. باشه زیور خانم، خوش اومدی. خداحافظ. چرا انقدر زود برگشتن؟ جلسه داشتن. پاشو زودتر بریم، باید خونه رو مرتب کنیم. باشه، زنگ بزن به مرد بیدار شم. زنگ میزن. لعنت به این شانس. بله. الو مرد، بیدار شدین؟ به لطف تو. الان خوشحالی؟ پسر مادرت اینا دارن میان. چی؟ بگو جون من. ظهر میرسن خونه. بگو دیگه ظهر میان. خب من فکر کردم الان در دارن میان تو. چی شده؟ مامانت اینا دارن میان؟ نه آره یعنی نه، یعنی الان نه. باشه داداش، میدونم خونه رو گند برداشته. باشه الان حلش میکنم. ما هم الان میایم کمک. یالا. خداحافظ. مرسی. تعطیلات ما هم تموم شد. من فکر میکردم مامانم زود میاد، ولی عمو سلیمینا سورپرایزمون کردن. متاسفانه. مهم نیست، 2 روز فراموش نشدنی داشتیم. آی جلوتو نگاه کن. تعادلمو به هم زدی.
حالا خوب خبر دادن. اگه خبر نمیدادن آبرومون میرفت. نمیتونستیم هیچ توضیحی بدیم. مرد اونو بلندش کن. نترس پروانه، من مثل شوالیه ازت دفاع میکنم. خوشگله من. آره مطمئنم جلوی چشم مادرت کرکر میخندیدی. پسر درست حسابی بلندش کن، زیرشو تمیز کنم دیگه. خیلی خوب دیگه. دیشب چی شد؟ من منتظر بودم بیای خونه ما اما نیومدی. وای میرا، قسم میخورم اونطوری نیست. خاطرات مصورشو بهم نشون داد. های میدونم وقتی اینجوری میگم به نظر مسخره میاد، ولی به خدا هیچ اتفاقی نیفتاد. خیلی خوب عزیزم، اگه تو اینطور میگی حتما همینطوره. میرا میخوام یه چیزی بهت بگم. انگار من عاشق این خنگوله شدم. جدی میگی؟ این که خیلی عالیه. خیلی خوشحال شدم. وی ببین داداش، دارم روشن و واضح بهت میگم. روز به دنیا اومدنم و یادم نمیاد، ولی احتمالا فقط اون روز انقدر خوشحال شدم. آخه دنیا چقدر قشنگه. عجب شبی بود. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. یعنی غیر از خواب موندن من، بقیه شب خیلی افسانه‌ای بود پسر. کنار دختر خوابت بود؟ ای بابا آره. اوف خسته بودم. خب واسه همین یه ذرم شنگول بودم. میدونی که زود اثر میکنه. پس از این به بعد نباید بخوری. از این به بعد مست عشقم یامان. اگه یه شبش اینجوری باشه فکر کن تا آخر عمر چی جوری میگذره پسر. پس ازدواج میکنی؟ اگه قسمت باشه اونم اتفاق میفته یامان. دارم امتیازات مثبت یکی یکی جمع میکنم مثل سوپر ماریو. تبریک میگم. شما چی کار کردین؟ هیچ کاری. یعنی چی هیچ کاری؟ یامان دیشب برام گیتار زد. خیلی قشنگ بود. چه رومانتیکا. خب بعدش بلند شدم رفتم خونه. یعنی چی؟ همین؟ هر کدومتون رفتین خونه خودتون خوابیدین؟ آره؟ همین. صدای گوشی از کجا میاد؟ اینجاست. کیه؟ نمیخوای جواب بدی؟ بله لیلا. ای داد. یامان بیکاری؟ ترسیدم سر کلاس باشی زنگ نزدم. نه هنوز دانشگاه نرفتم. بگو. این لیلا همون لیلا سره؟ انگار. راستش زنگ زدم بگم دمت گرم. کاریه که انتظار میرفت انجام دادی. رفتی و در مورد گیرای آیشه حرف زدی. تو از کجا میدونی؟ چرا اینجا حرف نزد؟ رفت تو اتاق. احتمال نداره موضوع خصوصی باشه. بین معشوقا نباید حرف خصوصی باشه. حالا ول کن یامانو. ببین تو اتاق چی پیدا کردم. ایلول کلیدات زیر مبل مونده، بهم زنگ بزن. مرد یه لحظه ساکت شو. خیلی خوب بابا ساکت شد. بیا بریم اول پذیرایی رو مرتب کنیم. نتیجه چی شده؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده. یعنی نگفته میخواد چی کار کنه، گفته باید فکر کنه. فهمیدم. من که میگم بهتره هر چه زودتر یه سر بیای اینجا. ببینم چی میشه. لیلا باید قطع کنم، یکم کار دارم. باشه ولی حتما به هم زنگ بزن. یه مدت دیگه اینجام، به یاد گذشته یه قهوه‌ای میخوریم. خیلی خوب باشه. خب که چی؟ مگه با لیلا حرف نزدی؟ دوست دختر سابقت چی گفت؟ در مورد یه دوست مشترک موضوع پیش اومده بود، اونو گفتم.
دیگه عزیز من به ما چه ربطی داره؟ اینجور مسائل اگه به موقع گفته نشه بعدا ممکنه مشکلات دیگه ای پیش بیاد. ایلول جون دست بردار. ضمناً گفت فعلا اینجاست. قبل رفتن همدیگه رو ببینیم. همدیگه رو میبینی؟ میبینیم. خب چرا نبینیم؟ به هر حال دوستای قدیمیم. ای بابا باورش شد، چشمک زد دختر. نه به خدا واسه عصبانی کردنت اینطوری گفت. راست میگم میرا. چی می نویسی واسه میراث؟ صبر کن. چی می نویسی؟ خب به منم تقلب بده. تو رو خدا امشب سر به سرم نذار، واقعا خیلی خستم. چه کادویی واسه میرا میگیری ها؟ تصمیم گرفتی؟ نمیدونم. من کادوی پروانه‌مو دیروز دادم. یعنی فکر کنم. البته باید یه کادوی فیزیکی هم واسش بگیرم. دیروزی خیلی رمانتیک بود. آی خدا دیشب تو بهشت بودم. عاشقم من لا 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 لا، عاشقی بیقرارم لا 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 لا، کس ندارد خبر از حال زارم. همه چی رو به راه پرنسس. چجورم؟ شاید باورت نشه ولی مامانم میخواد میونشو با تو درست کنه. نگاه چجوری لبخند میزنه ها. تازه به من نگاه عاشق شدی. عاشقم من دررررنگ، عاشقی بیقرارم دررررنگ، کس نداره دررررنگ خبر از حال زارم. اولش فکر کردم میخواد عکس العملمو ببینه ولی هی دیدم داره حرفای قشنگتری میزنه. یعنی میگی سرش به جایی خورده؟ آره انگار. بفرمایید. ممنون. روز بخیر. روز بخیر. میشه این کتابا رو جدا کادو کنی؟ باشه، همه رو توی این پاکت جدا میذارم که قاطی نشه. خیلی ممنون. راستش رو بخوای خودم از اینکه یه دفعه عقب نشینی کرد جا خوردم، ولی از یه طرفم میگم ولش کن، گیر نده. به هر حال برای ما قدم خیلی خوبیه، مگه نه؟ اگه تو اینطوری میگی دلم میخواد اینطوری باشه. ایشالله. خب حالا میای؟ برای من مشکلی نداره. اگه تو در مورد من شکی نداشته باشی من باهات همه جا میام. هر وقت بخوای با مامانت روبرو میشم. مزخرف نگو. برای چی در مورد تو شکی داشته باشم؟ فقط از این میترسم که مامانم ناراحتت کنه. نگران نباش. بفرمایید، حاضره. ممنون. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. یامان اینا رو میذاری تو قسمت فیلم ها؟ اومدم. میبخشی؟ نه خواهش میکنم. من در واقع وسط کارت اومدم مزاحمت شدم. کار خوبی کردی. به هر حال مرتب همدیگر رو میدیدیم. عروسی بابای الول، مراسم سال نو. شاید به لطف این شام یخهای بینتون آب بشه. ایشالله. خب شب سال تحویل ما چی کار کنیم؟ چیزی تو ذهنت داری؟ باید کار خاصی بکنیم؟ نه. پس میشینیم تو خونه. خیلی هم خوبه. اگه با هم باشیم که فکر بدی نیست. هماهنگ میکنیم. تو میخوای شب سال تحویل کار کنی؟ کار میکنم ولی تا ساعت 8. این هفته ممکنه تو رو کم ببینم. آی. متاسفانه اضافه کاری دارم چون سرمون خیلی شلوغه. منم تو کارای عروسی بابای الول بهش کمک میکنم. ولی حتما برای دیدنت میام.
یه لحظه هم شده برای بوسیدن از بالکن میام بالا، حتی اگه خواب باشه. از این کارا بکن لطفاً. تازه میونم داره با مادرت خوب میشه. ببخشید جاگیری ها کدوم بره؟ پشت ستونه. ممنونم. من دیگه برم، تو هم کارتو بکن. قرار بود ایلولو ببینم. این طرفایی؟ آره اگه بخوای میتونیم نهار رو با هم دیگه بخوریم. امکانش نیست. نهار رو خیلی سریع میخوریم، نمیتونم از مغازه بیام بیرون. خیلی خوب پس عزیزم، من میرم. خداحافظ، خسته نباشی. ممنون. خداحافظ. مبارکتون باشه. ببخشید سلام. سلام. پولشون پرداخت شده. میشه خواهش کنم بعد از خانم هدیه منو تک تک کادو پیچ کنی؟ از این شروع کنیم. از توزلو دره تا اینجا اومدی که اینا رو بگیری؟ میگم فرصتم کمه. یه بهونه‌ای بود برای دیدن تو، با یه تیر 2 نشون زدم. دلیل این همه علاقه و توجه یهویی چیه؟ دلم برات تنگ شده برای عطر تنه. لیلا به خودت بیا. دلم برات تنگ شده برای عطر نفس دای. به خودت بیا. تو چقدر بیمزه شدی. راستش هنوز نتونستم بفهمم تو بزرگ شدی یا جوگیر شدی. بگم بچه یه خانواده پولدار شدی. برای چی اینجا کار میکنی؟ حتما تو هم مثل من تو برزخ گیر کردی. یامان میخوای من ادامه بدم؟ تو برو غذا تو بخور. باشه. میبخشی یا اینا کم کم 1 ساعت کار دارم. من باید نهار بخورم. باشه خوش بگذره. ببخشید دوستش بودین؟ من فکر کردم مشتری هستین. نه دوستشم. باشه پس من تا اینا رو تموم میکنم شما هم برید پیشش. مشکلی که نیست. نه هر جور راحتین. خیلی خوب میشه. ممنونم. نوش جونت باشه. دختر تو اینجا چی کار میکنی؟ خب وقتی دوستت گفت شما برید من حلش میکنم گفتم تو رو تنها نذارم. ببینم تو حالت خوشه؟ چرا این کارا رو میکنی؟ اینجا اومدنت قدغنه. چیه بیرونم میکنی؟ خیلی خوب حداقل بریم بیرون. یس اینه. میگی مال گذشته است ولی دختر عکسشو هنوز توی فیسبوکش نگه داشته. بعضیشون هم تازه آپلود کرده بود. تاریخشون هست. بیا. دختره از لجش این کارو میکنه. چرا نمیفهمی؟ لجبازی میکنه تو هم باور میکنی. بی خودی ناراحت نشو. قبل از تو هر اتفاقی افتاده مال گذشته است. ارتباطی با تو نداره. اینا طلس. بفهم. بی خودی رابطتو خراب نکن. از بابت یامانم نگرانی نداشته باش. خدا وکیلی هیچ خطایی ازش سر نزده. به دخترم که رو نمیده. میدونی که شنیدی که پیشمون چجوری باش حرف زد. بیا مال تو باشه. نه من برای خودم یه چیز دیگه میگیرم. بگیر دیگه. ای بابا.